سلام دوست. بذار در پیچ کنم. الان نصف به سلام میره بیرون بابام پیدا بشه. سلام دوستان به کانال نه سلام به کانال علیرضا بیلدر خوش اومدید. امشب کلی ماجراجویی براتون دارم. ماجراجویی. پس بریم واتری بریم سراغ ویدیو. اوه راستی این چیز تو پاره قبل دیدیم. اوه چی پس قطبی عالی داداش. از این لابه خیلی قطبی واسه نردمون بخوام در واسه بریم چند بلاکه 4 بلاک. جالب شد. دیبون پیش برم واج نهارم 1 2 دیگه کجا بذارم کجا بذارم. خب یه سخت شد یعنی 30 ثانیه 11 ثانیه 11 ثانیه آخره. اوه 2 تا تخمه گرفتن. چیز خب بیش اینجا میتراسیم. زار عالی. اوه وای حاجی من نخوام به خودم فوش بدم. مامانم گفته بده. یه بار به خودم فوش دادم. مامان گفت این خیلی بده یکی دیگه ضبط کن. منم گفتم باش. به خودم فوش دادم. یه دونه شیل همه چیمون تکمیل بزرگ. های نه هر فوش به خودم نمیدم. بعد نردمون رو تو خونم میداستم نه بیرون. مرد تیکمون جایی داره. جایی چون چیز داره. اینا رو بکن که قرار نیست اینجا باشن. چرا کنم که لاماس اینجا بذارم. تو اون بالا از اینجا زار بسه میخوام مرغ رو بکشم. این مرغ اون موقع نبود برای باس. واندیرین تریده اون دو اسم خوده. اولیوش واندیرین تریده. هولی مولی ابلا ولی لاماس اونجاست. دیدمش اینجاست. سلام چی میفرسته یه باکه چه ایشه بولاش بل
این اکید آیشه آره پکت آیشه. من خونه ملاد دارم. پکت آیش نمیخوام، اصلا یه چیز دیگه خریدم. ملاد ندارم. از اونجا که من نشون گیریم خداش از اینجا بهش میزنم. نخور با این برگاش نباید باشن. بس بریم اول برگاش بکنم. دیگه مدیر قرار نیست مشکلاتی ایجاد کنه. ندیدم. نه ندیدم. اوه یکی فرن یکی دیگه بکن بابا. یه بک بازی کنیم. عمو بک بازی عمو مو ها او بکن وا بکن. اینجا رو چینمون راست نکرده، اینجا مونده. همین این مونده. این اصل ماجراست. از این چوبا قرار یه استک چوب بگیریم. چوبا اینا برم بالا. من یه آدم پولداریم، با چوب میرم بالا. وای قلم دست میومد تو. بچه قلم اومد. وای قلبمون دیدتی. پوزم چیز خیلی لو چیه نوبه قفل لو چیه نوبه بابا که هم دوباره میاد میزاش میفتن که اینه خودشو نیفت. اینم باشه دیگه نیفته. این مشکلاتی بیجه میکنه. چون ویام کم میشه. چرا؟ چون چیز میزنم. نه عالی. چقدر چوب داشت. نیاز نمون قدر زحمت بکشی. حاجی خیلی چوب داره. خیلی چوب داره حاجی وای بچه اگر شویسی من داشتید میدیدید فکم افتاده. حرف دیگه ندارم. این پایین حاجی اینقدر زیاد بود چوباش جون تبرمو ببین. نه تو رو خدا دارت زیر زور سترق عالی. وقت خداحافظی رسید. والا سبلی او خب از این چوبا چه استفاده های کنم؟
ایشالا برای قسمت بعدی قرار یه جا دیگه هم پول بزن به یه جا دیگه بخوابیم. وقت خداحافظی رسیدم. بچه ها ممنونم ویدیو دیدید. حتما همه به دوستاتون بگید من رو لایک کنن ساب کنن کامنت هم بذارن. میدونم ویدیو قبلی داستان میگفتم کامنت بده ولی کامنت هم بسته بود. الان این ویدیو قرار کامنت هم واسه. ممنونم ویدیو دیدید. حتما به رفیقاتون هم کلاساتون بگید لایک کنن سابسکرایب کنن زنگوله هم بزنن کامنت هم بذارن. خودتون کار انجام بدید تا ویدیو بعدی تا ویدیو بعدی خداحافظ.